بابا یه چیزی بپرسم، آدم فروش یعنی چی؟ بابا آدم فروش به کسی میگن که واسه اینکه خودش رو نجات بده بقیه رو بده. یعنی همین که فرداش پا شدن رفتم پیش آینه بین، اصلا یهو از این رو به اون رو شد. آینه بین؟ الان چی داری میبینی؟ مگه نگفتم اون آینه رو بده دست راستت؟ تو واقعا میخوای تیمسار شی؟ من میخوام شاه بشم. این اوضاع دیگه آروم نمیشه. اینم میگذره، مثل همه بدبختی های زندگی آدم یه روز تموم میشه. حالا بخواب عزیز، بخواب.